همچین حرفی میزنه. من برای آقای نماینده میخوام اینو بگم، توی هلند در سوله هایی برای گاوها موسیقی پخش میکنن و شیر اونا 2 برابر میشه. یاد شعر سعدی بزرگوار افتادم که میگه اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب، کشتب جانوری که از عشق بیخبری. هر کی از راه برسه به این مردم نمیتونه بگه که شما از کشور برید، مثل اون مجری که اومد توی تلویزیون گفت اگه کسی نمیخواد از مملکت بره. بازم تکرار میکنم، شما هیچ کاره این، به شما هیچ ربطی نداره که کسی توی این مملکت باشه یا نباشه. ما دوباره عرض میکنم اعتراض شدید خودمون رو اعلام میکنیم. موسیقی مثل حواس برای این مردم، موسیقی غذای روح است، باید این مردم داشته باشن. اینم تصمیم گیرنده شما نیستیم. و در آخر هم یک موضوعی رو خدمت این آقای نماینده عرض میکنم، اونم اینه که سیاستمداران در هر جایگاهی باشن. البته اینم توی پرانتز بگم، من فکر نمی کنم ایشون سیاستمدارم باشه، برای اینکه اگر سیاستی داشت همچین گافی نمی کرد، همچین حرفی رو نمی زد. سیاستمداران در هر جایگاهی مهمانان تاریخ هم. ما هنرمندان میز